تو این 2 هفته ایام عید چیزایی که من تو چالوس دیدم، بیقانونی از طرف مردم، بیشوری از طرف مردم خیلی داره اذیتم میکنه. خیلی، یعنی فشار آورده بهم تا جایی که واقعا یه افسردگی پیدا کردم. ببینید الان بیایم با هم یه ذره صادق باشیم. الان اگه که همسایه من زن و بچه‌شو در حد مرگ بزنه، من زنگ بزنم به پلیس، پلیس میاد. الان اگه اون بر خیابون من ببینم یه کارگر افغانی با چوب داره یه سگ بدبخت، یه توله سگو میزنه، اون توله سگ داره زوزه میکشه، من زنگ بزنم پلیس میاد. اگه من ببینم اون بر خیابون جلوی خونم لاستیک ماشین رو آتیش زدن، این سیاهیش دودش رفته تو هوا و داره میاد به طرف خونه من و بوش داره منو خفه میکنه، چشم داره میسوزه، گلوم داره میسوزه، زنگ بزنم به پلیس میاد. اگه من برم ببینم لب ساحل طرف اونجا وانت آبیش آورده داره همینجوری شن پر میکنه توی وانتش که شن ساحل رو بدوزه بره، اگه من زنگ بزنم به پلیس میاد. میدونین موضوع چیه؟ موضوع اینه که خیلی وضع ایران خرابه. خیلی وضع، یعنی اصلا دلاری 100 تومن کمترین مشکل این کشوره. خیلی وضع ایران خرابه. یعنی بیشعوری و بیغیرتی و نادانی و جهل و نداشتن مدیریت خیلی وضع ایران خرابه. واقعا میگم داستان رو باید جدی بگیریم. داستان رو باید واقعا جدی بگیریم. نمیدونم چجوری، من راه حلش رو نمیدونم. راه حلش دست این حکومت نیست. این حکومت بی‌عرضه است دیگه، داریم میبینیم. یعنی منم دیگه داره به اینجا میرسه و دیگه جایی نداره که بخوام از اینا حمایت بکنم، چون ساده ترین کار رو نمیتونن انجام بدن. یعنی ساده ترین، یعنی نمیتونن. آقا من الان ببینم یکی سگو بسته یا گوسفند بسته پشت ماشینش داره با سرعت میکشه، پلاکش رو بگیرم زنگ بزنم به پلیس، هیچ کاری نمیکنه. اگه ببینم ماشین توی جاده تهران چالوس ویراژ میزنه اون برو 10 نفر رو به خطر میندازه، شماره پلاکش رو بگیرم زنگ بزنم پلیس هیچ کاری نمیکنه. اگه ببینم مثلا خونه همسایه‌ام داره توش دزدی میشه، زنگ بزنم به پلیس هیچ کاری نمیکنه. پلیس ما، من فکر کنم برای هیچ پلیس ایران، من فکر کنم فقط زنگ بزنی بگی آقا همسایه من داره فوش میده به رهبر، اون موقع فکر کنم یه ارتش میفرسته. به غیر از این فکر کنم اصلا براش مهم نیست چه اتفاقی داره میافته. وضع ایران خرابه. بله.